سلام، جعفری هستم، سرپرست مرکز کارآفرینی خودکفایی هرمزگان. اینجا دوستان بشاگرده، یه شهر کوچیک بین هرمزگان، کرمان و سیستان بلوچستان. بیش از 70% اشتغال اینجا رو مشاغل خانگی تشکیل میده، چه خیاطی باشه، کشاورزی و یا دامداری، همه چی مشاغل خانگیه. یکی از وجوه تسمیه بشاگرد بش کرد. بش به معنای تقسیم و کرد یعنی شده، بشا کرد یعنی تقسیم شده. چند بخش با تعداد روستاهای زیاد. در گذشته تولید کننده های ما برای فروش محصولاتشون مجبور بودن به روستاهای اطراف برن، اما با عوض شدن سبک زندگی و تبدیل شدن بشاگرد به شهرستان، اونم به مرکزیت سردشت، بهتر بود که یه مکان مشخص برای عرضه محصولات مشاغل خانگی داشته باشیم. تا همین چند سال پیش حصیر یا همون کپاش با مشارکت اعضای خانواده توی خونه تولید میشد و آقایون اونو برای عرضه و فروش به روستاهای اطراف میبردن و میفروختن، یا قیتان ها و زری هایی که خانم ها برای دوخت لباس میبافتن رو خودشون به روستاهای اطراف میبردن و میفروختن. اما حالا بازارچه‌ای رو داریم که این مشکلات رو حل کرد. تو این بازارچه نه تنها اون محصولاتی که تو خونه درست کردن رو اینجا میتونن بفروشن، بلکه هستن اونایی که همینجا هم در حال تولید و فروش محصولاتشون هستن، اونم به صورت دائمی. اینجا بازارچه دائمی مشاغل خانگی هستش، وسط شهر تو میدون اصلی روبروی شهرداری 7 روز هفته هم بازه. اینم بگم شهرداری هیچ هزینه‌ای بابت این خدمات ازشون نمیگیره. حالا ما بعد موقع هم اومدیم، موقع استراحت و نمازشون هستش، ما بهشون مشاوره میدیم، تو گرفتن مجوزات کسب و کار کمکشون میکنیم. اگرم مهارت کافی نداشته باشن، اونا رو به آموزشگاه فنی و حرفه‌ای مرکز معرفی میکنیم و همچنین اگر سرمایه مورد نیاز رو نداشته باشن، جهت تامین مالی به نهادهای حمایتی معرفی میکنیم. نه خوبه برای گرفتن تحصیلات. ایشون هم یکی از خانومایی که همینجا هم تولید میکنه و هم میفروشه. وام تو گته هنو شما یا نه؟ تحت پوشش جایی هسته یا نه؟ چه؟ نه یا نشون نده، نه این نشون نده که تو کار یه چرخی هم تو سطح شهر بخوام بزنیم و نشونتون بدم که اینجا همه چی مشاغل خانگیه. ببینید خیاطی ها رو. خب حالا بریم به سمت دفتر مجموعه‌مون. بله، از دور تابلوی آبی رنگ اینجا مشخصه. وقتی هم فرایند توانمندسازی و ایجاد اشتغال کامل شد و فرد شاغل شد، نظارت‌های ادواری رو شروع می‌کنیم برای توسعه کسب و کار. از طریق شتاب دهندمون این فرایند رو کامل می‌کنیم. ما از ابتدای کار باهاشون هستیم. تو اینجا بیکاری یکی از چالش‌های جامعه ما هست و شغل‌های کاذب مثل قاچاق کالا، قاچاق سوخت و مواد مخدر و امثال هم. اما ما حتما این مشکل رو حل میکنیم به یاری خدا، که تا فعلا
فعالیت ما نتایج بسیار عالی داشته و گواه اون داده های موجود هستش انشاءالله.